زمان ما بچه ها تلویزیون کلا 2 تا کانال داشت، 1 و 2. کانال 2 8 شب برفک میشد. ما تا 2 ساعت بعد برفک هم میشستیم نگاه میکردیم، شاید بلکه یه فرجی بشه. 5 بعد از ظهر با چه شوقیتون عالم کودکانه خودمون جلو تلویزیون میشستیم، پلنگ صورتی که ما خاکستری میدیدیمش. تلویزیون ما سیاه‌سفید بود، میگفتن صورتی، ما میگفتیم لابد صورتی، ما حالیمون نیست. میشستیم پا تلویزیون 4 این آهنگ رو مخی، وای نزن این آهنگو، توف تو روحت نزن این آهنگو. نیم ساعت این آهنگو پخش میکرد که 5 دقیقه میخواد کارتون تکراری نشون بده. 4 زانو جلو تلویزیون، قلبمون تپش داشت تا خانم رضایی مجری کودک میومد شروع میکرد. شما فکر نمیکنی خیلی نزدیک تلویزیون نشستی؟ اون وقت من خنگم میگفتم خدایی با خانم باشی تو با هم میزنه.